اگر چنانچه شما میخواهید مال خودتون رو حتی در زمانی که زنده هستید به نام فرزند خودتون کنید، یعنی یک جور ارثبری در زمان حیات، ولی در این حال میخواین در واقع تا زمانی که زنده هستین از این مال استفاده کنید و یا حق فروش رو از فرزندتون تا زمانی که زنده هستید بگیرید. با ما همراه باشید. در این مورد شما اقدام میکنی به تنظیم صلحنامه. در این صلحنامه شما با رعایت سایر شرایط مقرر قانونی در این صلحنامه قید میکنی که مادامی که زنده هستی از این مال استفاده کنی و حق استفاده داشته باشی و فرزندتون هم مادامی که شما زنده هستید حق انتقال این مال رو نداشته باشه. در چنین صورتی فرزند شما نمیتواند مال رو به دیگری منتقل کنه مادامی که شما در اونجا سکونت داری و زنده هستی.